با سلام. امروز میخوام طرز تهیه یه لوبیا پلو مجلسی رو بهتون بگم. مواد لازم برای این کار برنج هستش که من اینجا خیس کردم. این مقدار چیزایی که بهتون میگم برای 2 نفر هستش. شما اگه تعدادتون بیشتره میتونین که مواد رو بیشتر اضافه کنید. من 2 پیمونه برنج خیس کردم. لوبیای تازه، مقداری رب، پیاز ریز شده و گوشت گوسفندی ترجیحاً. حالا میتونید از گوشت گوساله هم استفاده کنید. فلفل و زردچوبه. گوشت رو که با پیاز تفت دادیم حدود یه 3-4 دقیقه که قشنگ پیاز و فلفل به خورده گوشت بره و رنگ گوشت کم باز شه. مقداری آب رو به اون اضافه میکنیم. آبی که اضافه میکنید سعی کنید آب ولرم یا آب جوشیده باشه، نه آب خیلی سرد باشه نه آب خیلی داغ. و به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم گوشتتون میره برای پختن. البته خب توی قابلمه، کسانی که از زودپز استفاده میکنن هم تقریبا همین زمان، ولی ممکنه سریع. خب در این قسمت به گوشت پخته شدهمون لوبیا سبزمون رو که از قبل پخته بودیم و یه ذره با روغن تفت دادیم و مقداری رب اضافه میکنیم. مواد این خوراک بستگی به این داره که شما خیلی بخواید که رنگ روش خوب بشه یا اینکه بخواید تندیش زیاد بشه. اگه تست کردین این تندیش کمه، تندتر خواستین، بازم میتونید بهش فلفل و ادویه‌جات کاری اضافه کنین و میذاریم اینجوری با رب. و اینجا هم برنجمو دارم آبکش میکنم. دقت کنید برنجتون رو یکم دون بردارید، چون اگه خیلی نرم باشه این غذا وقتی که به خورده هم میره موادش خاصیت اینو داره که شفته بشه، حالت شفته پیدا کنه. یکم لطفاً برنجتون رو دونتر بردارید. بعد از اینکه اینا مواد روی هم چیدیم میتونید یه مقدار خیلی کمی دارچین برای خوش‌عطر شدنش و گرمیش بهش اضافه کنید. بعد مواد رو کلا جمع کرده و در قابلمه رو میذاریم. بین 45 تا 1 ساعت با شعله کم دم بکشه.